مردانگی این محرک است و به محرک حرکت نیست. لازم می شود تا که ماشین را تله بدهیم. مردانگی و دلیری این مثل محرک است که به محرک حرکت کردن نمی شود و به بلندی برآمده نمی شود و بلندی وقتی ما نبرآمدیم عوض شده نمی توانیم. وقتی که ما خودمان را عوض نکردیم در حالتی می مانیم که حالا ما هستیم و کی راضی است که عین حال در چنین حالت قرار داریم؟ کدام مسلمان می تواند راضی باشد در این حالت که من به شما می گویم که بسیاری مسلمان ها به این حالت راضی اند. یک برادر به من گفت یک برادر نقشه میکشد برای جای قرآنخوانی در گرمانیا. در یک کنج مسجد ورقه ها تقسیم میکردند برای روز گشاده شوی مسجد و بعد آن گفت من میخواهم که یک جن ورقه ها را گرفته به مردم تقسیم کنم شاید که این برادران در روز گشاده شوی مسجد بیایند. و بعد به آن گفت امام مسجد التماس این لازم نیست، ما نمیخواهیم که برای خودمان مشکلات ایجاد کنیم. اگر برای ما این خوب است باید ما این را همین طور گذاریم. این برای آنها خوب است. روزهای جمعه برای درس آموزی 10 نفر می آید. وقتی عالم ها دعوت می کنند 30 نفر می آید. چین خوب است. برادر در شهر شما چقدر مسلمان است؟ ما حساب کردیم 1% برای آنها این خوب است. انا این است پرابلم. باور کنید این است پرابلم. ما نمیخواهیم که از برای چنین ترسانها در مشقت باشیم. برای همین ما باید همیشه تیار باشیم که افزایش بیابیم. برادران دلی من پاره می شود، دلم خونشار می شود وقتی من می شنوم که 1% برادران ما هستند. برادران چقدر ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم دور شده ایم.